اگه این سه تا بازی رو گوشی بچت دیدی یا بچت داره با اونا بازی میکنه، مطمئن باش که آیندهشو داری از بین میبری و بترس. اولین بازی کال آف دیوتیه. این بازی اوج پرخاشگری رو تو بچه‌ها میبره بالا و بسیار بسیار خشونت رو زیاد میکنه. اگه آنلاین بازی کنن که اعتیادآور شدیده. بازی دوم بازی جی تی ای. این بازی اجتماع ستیزی، بی‌بندوباری، هرج و مرج طلبی رو به شدت تو بچه‌ها افزایش میده و باعث میشه که در آینده بچه‌های جامعه ستیز بشن. بازی بعدی بازی ماینکرافت. این بازی خشونت آنچنانی نداره، ولی به خاطر ساخت و سازهایی که توش انجام میدن شما رو از دنیای بیرون قطع میکنه و شما رو وابسته به دنیای خودش میکنه و اینجوری میشه که بچه‌ها گوشه‌گیر میشن و دوست ندارن دیگه تو جامعه رفت آمد زیاد داشته. برادر، همین حرفایی که الان زدی و بنویس روی یه کاغذ رو بکن توی یه لوله پولیکا رو بکن توی یه لوله 1000 اینچیه فلز، لوله 1000 اینچی فلز رو بکن توی یه کیسه زباله، دورش یه وازلین بمال، بکن به عرض تکونت تا بفهمی دیگه زدن نزن.